بسم الله الرحمن الرحیم. این جمعه انشاءالله من با شما صحبت میکنم. این هم باشد مکتوب هایی که دستی منده بود مقدار زیاده، بعضی اونها رو انشاءالله به شما جواباش میگویم. بابایشان جان، پسر من در خانه پدرش کلان شده بود. در سن 15 سالگی از دست ستم پدر و مایندر خواست که دست به خودکشی زند. از دست عذاب رو به گریز آورد و به خانه تقایش رفت. پیش از آمدن پدرش میگوید اگر به پیش مادرت رفتی آبت کردم. پسرم از دست ستم رو به گریز نهاده است. آیا آق پدر شد یا نه؟ بابا جان، آیا انسان در بدنش هر گونه قسمهای گرگ را کشان کند و خصوصا ناخن و موضعش را آویزان کند درست است یا نه؟ سید الاولین والآخرین. امروز ایشان مولا محمود جنازه شدیم برای خویشاوندان همسرشان، اونجا جنازه رفتن. بنابراین این جمعه رو انشاءالله من با شما صحبت میکنم. این هم باشد مکتوب هایی که دستی منده بود مقدار زیاده، بعضی اونها رو انشاءالله به شما جواباش میگویم. بسیاری از مخلصان سوال میکنن که شما این وقتا سوالای ما دو جواب نمیگویید. دادرای عزیز، آن جواب هایی که مولا محمود جان میتیند اونها به عینه جواب های ماست. در از همون کتاب هایی که من هم مطالعه میکردم میدم، ایشان هم همون کتاب میبینن مطالعه میکنن، بنابراین جواب او جواب ماست. خداوند سلامتتان داره به خاطر محبت و اخلاصتان. وقتی که مسجد می آمدم، برادر عزیز از عاشقان مدرسه محمدی مولا محمد جان التماس دعا کردم برای کیلینشان که امروز جراحی داشتیان و چند نفر دیگر هم اونجا التماس دعا برای پدر و مادرشان کردن. از این منبر رسول اکرم که انشاءالله این لحظه ها لحظه های اجابت دعاست، عاجزانه دعا میکنم و از شما هم خواهش میکنم که آمین گویید. پروردگار این کلین شفای کامل عاجل نصیب گرداند و براش فرزندای صالح و روشنایی چشم پدر و مادر به دنیا بیارد و جراحی که امروز می شود خداوندا به خیر گذاشتن براش نصیب گردان. و برادری که برای پدر و مادر التماس دعا کردن، خدای ایشان هم عمر دراز و پدر و مادر شفای کامل نصیب گردان. این ماه عزیزان من ماه ربیع الاول است. امروز روز 8 ماه ربیع الاول، روز جمعه سر ماه بود. البته این به حساب ماه است، به حساب سعودیه است، به حساب شنیدم شورای علماست، اما به حساب حجاز بود روز شنبه سر ماه ربیع الاول بود. به هر حال امسال ماه ربیع الاول از سبب آنکه شب ابر بود، شب جمعه شب شنبه ماه دیده نشد. بنابراین به حساب ماه سفر ربیع الاول 29 هست. این سفر 29 هست، ربیع الاول جمعه میشه. اگر کدام شما شب جمعه ماه دیده باشید
قشلاقای کوهید زندگی میکردید یا جاهای بلند استقامت میکردید یا میتوانید شاهدید که شب جمعه یعنی روز پنجشنبه اگر هوا صاف میشد انشاءالله میتافت. دیگه هوا ابر که بود بنابراین دیدنش امکانیت نشد، حتی شب شنبه هم دیدنش امکانیت نشد. خلاصه خواه شنبه و خواه جمعه این ماه ربیع الاول است، ماه تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، ماه منور شدن عالم به درخشیدن ستاره محمدی است. همه شما را عاشقان مدرسه محمدی به این ماه نو تبریک میگویم. خداوندا این ماه نو برای همه ما و شما ماه خرسندی و شادی، ماه سلامتی بیماران، ماه سلامتی مسافران، ماه آزادی زندانیان و محبوسان و ماه تنجی و فراخ دستی و فراخ رزقی برای همه ما و شما و امت اسلام بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خداوند در قرآن عظیم الشان به ما و شما سپارش می‌دهد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعضی مسئله های شرعی و احکام های دینی که برای شما معلوم نیست او را عمیق نمیدانید، از پیشواهان دین خود از صاحبان علم سؤال کنید که رسول اکرم گفتند شفا و دوایی به نادانی این سؤال کردن است و پرسیدن است. بنابر همین خصوصا در باب عقیده هیچ کدام از ما و شما حق نداریم چیز شبهناک شود و او رو نپرسیده گشتن گیریم. من از یکی نمازگزارانی کدام مسجد که با واسطه مکتوب به من جوان دستی من داد آگاهی یافتم، وقتی که او جوان که خود نمازخوان است مسجدی است درباره ملائکه ها سوال کردیان، او گفته است راست گویم من به اینها باور ندارم. او در کجاست که من نمیبینم؟ وقتی که نمازگزاران حالش این باشد، او کسانی که از نماز دور هستند، از مسجد دور هستند، از صحبت علما دور هستند، مثل دانشجویان مکتب‌های عالی و میانه، حال و یا چیست که حالا ایمان آوردن به ملائکه های الهی یک رکن ایمان است. عزیزان من، ایمان ما و شما به او درست نمی شود، نکاح ما و شما به او درست نمی شود، جنازه ما و شما به او درست نمی شود. اسلام 6 رکن دارد، هر کدام او دو باور کردن و تصدیق کردن حتمی و ضروری و فرض است. یکی از اونها وجود الله جل جلاله که این عالم همه در اختیار اوست، این عالم صانعش و خالقش اوست، این عالم مربی و مدبرش اوست. یکم این. دویم ایمان آوردن به ملائکه های الهی. ببین آمنت بالله و ملائکته. ملائکه های الهی یعنی فرشتگان الهی. فرشتگان الهی کیا هستند و از چی آفریده شدند؟ که سالهای پیش من صحبت مفصل 1 ساعته داشتم، معلصف و نوارهاتون شاید فراموش شدن، شاید در خانه هاتون هست. خوب باز کوتاه تکرار میکنم. ملائکه ها آفریده شدن از نور. خداوند 2 مخلوق دارد به چشم دیده نمی شود. یکی ملائکه است که خداوند ها را از نور آفریده است، یکی جن ها هست که اونها را خداوند از آتش آفریده است. ملائکه ها خیلی زیبا و خوش صورت هستند، به هر شکل اونها پیدا می شوند، به شکل انسان هم به شکل چیز هم. خلاصه از چشم ما اونها پنهان هستند. اونها به خود وظیفه های دارند، هر کدامش
وظیفه های دارند، وظیفه خودشان اجرا میکنند. اونها هم مقام و مرتبه دارند. یعنی تاجیکی اگر به اصطلاح شما امروزه گویم، این ملائکه ها قوه های مسلح خداوندی هستند. مثل که حکومتدارا قوه های مسلح دارند، با آن افتخار میکنند
برفت که نروست نبرآمد نرویید که بر دانه انسان چنین گمان باشد. انسان هم دانه دارد، چوب این ممکن نبوده زنده شدنش. چگونه کامونیستان میگفتن ما هی الا حیاتنا دنیا و ما نحن بمبعوثین. زردت کرده حالی میبینی بارگردن که این کرسیز گفتی گوزبک. این پنجم رکن ایمانه. ششمش عزیزان من والیوم والقدر خیره و شره من التقدیر. هرچی در این عالم می شود به اندازه و تقدیر خداست. خواه تنصحتی، خواه بیماری، خواه تشویش و خواه غم، خواه خرسندی و خواه ماتم، خواه صدمه های اتومبیلی، خواه فلاکت های دیگر، خواه ثروتمندی و خواه کمبغلی، خواه منصبداری و خواه بیمنصبی، همش تقدیر خداست. خداوند مقدر کردگی است، بنابر همین هوای می شود. انا کل شیء خلقناه بقدر. کسی گوی انسان تقدیر ساز خودش روش سیاه کرده، اما آدم میگفتگیر گو تقدیر ساز باشی کنی کسال نشم. اما انسان گو که تقدیر ساز باشی کنی یک کسان برو که نو گیر جای آبا مدروشین مرده 16 ساعت کار میکنی کسان نو نمیشد. تقدیر دستی خود کی باشد؟ تقدیر ساز و نقاش خدا هست. از خطی کشیدگی و بیرون چیز نمی شود. 1000 خط سرت دستن زد ببین عرابه کشاره 18 ساعت بیچاره عرابه میکشه، یک سمش دو سم نمی شود. اما یک آدم میبینی بالا استالش یک قلم امضا میکنه صاحبی $100,000 شد. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا میگه من میکنم برای کسی که میخوام ریش فراخ میکنم، برای کسی که میخوام ریش تنگ میکنم. خلاصه عزیزان من تقدیر از جانب خداست. من در این باره صحبت های زیاد پیشتر داشتم. خوب این بحث برای آن آوردم که همون جوان مسیحی وقتی که ایمانی به ملائکه را باور نداشته است، من خواستم شما را یک بار دیگر هوشیار کنم که در باب عقیده بے پروا نشید عزیزان من. بازم تکرار، کسی در باب عقیده شبهه در دلش پیدا شد و همون نپرسیده بے پروا گشتن گیرد ویم کافر میشد و در حال از قفای او شود. امروز الحمدلله علماء زیادند، علماء که هر خیل سوال های مشکلی ما و شما را حل کنند زیادند الحمدلله. شما پرسجو کنید، خدا خواست ثواب میگیرید. خوب اکنون به جواب گفتنی مکتوبات ها شروع میکنم. خدایا شکر الحمدلله. السلام علیکم. راملای شیرین زبان، خداوند نگهبان شما باشد. من یکی از مخلصان شما می باشم و به کسلی نابینایی گرفتارم ولی زهر تحقیرم. خواهش دارم از زبان شما یک صحبت درباره نابینایان نمایید و در حق من و برادر من که به کسلی روحی گرفتار است دعا فرمایید شفای یابید. مخلص شما برادر عزیز، پروردگار اولا شما را در این نابینایی‌تان صبر جمیل کرد. ثانیا برادر عزیز تانا که به کسلی روحی مبتلا شده است شفای کامل نصیبش گرداند. خدایا تو قادری، چگونه با دعا و با افسون و با طبابت شفا میدی، به دعا هم به افسون هم به دارو هم شفا دادن قادری. خدایا به این برادر شفای کامل عاجل نصیب گردان. برادر عزیز که از نابینایی خسته شدی، خداوند همه جوانایی که به درد نابینایی مبتلا شدند، به درد چشم مبتلا هستند، مثل برادر عزیز ما قطب الدین حاجی که چشمش الان در تبابت است و این چنین دیگرانی که مبتلا این درد چشم هستند و خیرگی چشم، خدایا تو به ایشان شفای کامل و بینایی نصیب گردان. برادر عزیز، البته در نابینایی صبر کردن این هم خیلی ثواب دارد. اگر امکانیت داشته باشید، امروز طب خیلی ترقی کرده است،
روید تبابت کنید. شاید چشم شما پرده گرفته باشد، شاید دیگان علت دیگر باشد. اگر با تبابت درست میشدگی باشد تبابت کنید، انشاءالله خدا خواه شفا می‌یابید. زیرا پیغمبر خدا میگه خداوند هر دردی که آفریده است براش با دوا هم آفریدگی است. وقتی که شما دوای او را یابید او انشاءالله شفا می‌یابد. این حدیث رسول اکرم. اگر رفت و نابینایی شما مادرزادی باشد یا نابینایی شما از سبب کم قوتی چشم باشد که دیگر دکترها گویند تبابت ندارد، یا شما امکانیت مالی ندارید که خدا را تبابت کنید، من شما رو میگم در این نابینایی خدا دادگی صبر کنید، مثل که دوستای خدا صبر کردن. پیغمبران الهی مثل حضرت شعیب نابینا بودند. اصحاب پیغمبر بزرگوار مثل حضرت عبدالله ابن عباس و سعد ابن عبدالوقاص اینها نابینا شدند. در نابینایشان صبر میکردن حضرت عبدالله ابن ام مکتوم. بنابراین مثل اونها شما صبر کنید خیلی ثواب میگیرید. در حدیث رسول اکرم فرمودند، حدیث بخاری است، پروردگار گفته بوده اذا ابتلبت عبدی بحبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه، رواه البخاری. میگه خداوند چه مهربان است. وقتی که من بندم مبتلا به نابینایی کنم، وقتی که من مبتلا به بیماری چشم کنم و روشنایی چشم از دست دهد و در این نابینایی خود صبر کند، یا الله مکافات ببینه. البته صبرش مشکل است. این دنیای روشن دیده نمیتانی، چهره های زیبای بچه ها دیده نمیتانی، چهره خانم دیده نمیتانی، مصیبت است. لیکن چه علاج؟ صبر کنی ثواب میگیری. ثوابش چیست؟ مکافاتش چیست؟ اوسته منهم الجنه. خدا میگه عوضی این دو چشمی بینا براش جنت میتیان. ببینه در این دنیا از چشم بینا محروم شدی، صبر کردی، شکر خدا را گفتی، عوض این دو چشم بینای دنیا خدا به تو جنت میتیان. از مثل با حضرت سعد بن ابووقاص چشماش اعما شد، وقتی پیریشان توصیه به تبابت کردن که تبابت کنه ناز بشه. از دردی که برای من دوستم پروردگار نصیب کرده است، من از بالای وجه شکایت هم نمیکنم و دوایی هم من صبر میکنم. بنابراین برادر عزیز صبر کن، خداوند صبر رو کیاد. حضرت عبدالله ابن عباس که شاه مفسرها بود، وقتی که چشماش نابینا شد مثل شما بارید، حضرت فرمودند این یذهب الله من عینی نورهما ففی لسانی و قلبی من الهدى نور. اگر خداوند از این دو چشم من بینایی را گرفته باشد هم، اما زبان من، قلب من، دل من با هدایت خدا نورانی است. برادر عزیز همیشه نمازات خواب صحبت‌های علماها از نوارها گوش انداز، اگرچه نبینیم ذکر خدا گو، انشاءالله پگاهی عوضش برای تو جنت است. جوانایی که شما را خدا چشم بینا و تن صحت داده است، هرگز مظلومها را تحقیر نکنید، هرگز بیمارها را اوصال نکنید. حتی در روایت میگه کسی یک آدمی اعمار علی کورا 40 قدم دست گرفته اگر برای آسان برد، خدا برای جنت واجب میگرداند. دست اعمار گرفته بردن خود صاحب جنت کردن است. دست اعمار گرفته بردن از راه گذرانیدن صاحب خوشنودی خدا شدن است. خاور میشناسی خانه عزیزان من، دست اعماها را گیرید. خداوند به خاطر اعما حضرت عبدالله ابن ام مکتوم پیغمبر بزرگوارش عتاب کرد. در سوره عبسه من برای شما تفسیر رو گفته بودم، بنابراین اونها را تحقیر نکنید. رسول اکرم مظلوم ها رو میدیدند، مثل اعما را، مثل کسانی که پاش نیست، مثل کسانی که فلج شدیند،
حضرت می دیدن دعا میکنن الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به. هزاران شکرت خداوندا که ما را تنی صحت دادی، اعضاهای سالم دادی، مثل اون مظلم نکردی. این دعا را کنی عزیزان من. تاجیکی هم گویه میشود وقتی که هارون میبینی در کوچه خیلی حالش تنگه، پاهاش نیست، دستاش نیست، یا که دهنش که جله شده است، او خدای هزاران شکرت که من مثل اون نکردی، یا چه امکانیت داری یاردمش کن 5 ماه یا 3 ماه دعاش بگیر خدا خواست ثواب بگیر. این است وظیفه مسلمان، نه تحقیر کردن، نه
وی میگوید که نام من در اسلام درست است، اگر نه خواهش میکنن نام او را عوض کنن، نه نامش درست است غلامم، به معنای عبد است. من سنت بامداد را در خانه خوانده مسجد میروم، تهیه مسجد خوانم یا نه؟ بعضی میگویند که درست نیست. آره مذهب ما درست نیست. مذهب ما کسی سنت چی که در خانه خوان، مسجد که در آمد شیش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین تسبیح ها رو گوید علی قاری میگوید، همین خود جاینشین تحیی مسجد میشود. لیکن نزد اهل حدیث در خاندان باقی ندارد. صحابه رسول اکرم و ازش میخوندن. نبا من نمیکنم از خواندن شما را. تحیی مسجد مذهب ما در یک روز یک بار مستحب است، مثل یک بار که خواندی دیگه وقت در آمده برایم لخوانی گناهگار نمیشه. مثلا پیشین دخوانده دیگه حسب شام گفتن در بر وقت هم که بهش هم تحیی مسجد خواندن. بابایشان در وقت که اذان گفتن یا تکبیر گفتن بعضی ها سجده میکنن، درست است یا نه؟ نه درست نیست. وقتی که آواز اذان برام شد خمسون تعظیم کردن، این جایز نیست. سجده من آواز اذان شنیده الله اکبر جل جلاله گویه، نه صلات الخمر جل جلاله. نام رسول اکرم شنیده پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گویه، یا که اللهم صلی علی محمد و علی آله. اما باید تعظیم کردن جایز نیست. عزیزان من خدا نگهتان داره. بابایشان خداوند شما را نگه دارند. به سوال من حتما جواب گوید که من 10 ماه می شود که من به خود نیستم. من سال گذشته آینه دار شدم، زندگیم خوب بود، ما یکدیگر را ناز می دیدیم. ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد و من گفت که جدا می شوی، اگر جدا نمی شوی مادری تو نیستم. کلین گفتم که جدا میشه شد، اگر نشی وقت میکنم نمانگی باریم. هرچند والدینم فرماندن نفهمید، یعنی خوشتامونش قبول میکردن. مرا مجبور کردن که سرته من یک طلاق کردم، مجبورا امهش گفت که نه 3 طلاق کن. بعد یک طلاق گفتم با 3 طلاق گفتم. همین طلاق من چند طلاق هست؟ 3 طلاق هست دادر عزیز. دیگه شما زن شما نیست. جوانمرد باید طلاق نکنن. اولش که دوستش می داشتی میکشتن طلاق نمی کردی، خدا همه زنک یش طلاق کنه میزد کشتامونت. خیلی مادر است یش طلاق وقت نمی مرد یاقی. خوب حتیم که طلاق کردیم چون او یک طلاقش طلاق رجعی است، این دویم طلاقی که بالا بکرد این 3 کردی 4 تا شد، 3 تاش طلاق زنت از شما جدا شد، یکش در گرمت گناه نوشته میشه. بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت نکنید. طلاق راه حل جنجال زندگی نیست. طلاق عائله را ویران میکند، شما را حسرتی میکند، حساباتان را خراب میکند، بچه هاتان یتیم میکند، خانه تان را ویران میکند، از مال و ملکتان تقسیم میسازد. بنابر طلاق راه حل نیست. و از بین شوید خوب جنجال است، عائلوی است. شما خوشنامتان بودیم مادر جان گیرم دختر تو بر یه ماه میسته 2 ماه میسته، خوب تا حوصلش دیتون باید رو میبیا. اما من زنی طلاق سرتی ندارم. باید این تو میگفتی، میزه دوتم نمیگفتی، پاش موچه میکردی، دستاش موچه میکردی. آدمای خیلی میگن یا بار پیش خر یا خر پیش بار. او کمپین خوشنامانی بعد خدا نگه داره. زن چیزی خوبه میدن خوشنامانش در روش در بود. اونم خیلی خوشنامانی میدن. دل به تاراج رفت و خار میمون. سعدی افغانستان یا حکایه داره که وقت تنگی نمیدون. خلاصه دادر از اخی ایبای خودت که طلاق کردی دیگر از تفای اون نگرد. او سه شده از او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی. توبه کن، استغفار کن، پشیمانی کن، خدا گناه تو گذرد. باز بعد 2 ماه من را زن دادم. این دختر را توی کرده به خانه آوردم. شب با وی خانه‌داری کردم، دختر نبود، بیوه بود. حالا زندگیم خوب نیست.
من وایش رو ناز میبینم بابا جان چی کار کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان که آدم بچه خوب بودن این سوالا رو بیا خلوت کن من موضوع است که همینش دیگه می سوالا رو اگه مال چی بشه که مازی با درباره زن بیوت بو هر خدا وقت دیگه ای بیوگی و پروا نکن چند همین یه شب ببینم بیوه بشه دخترم تو نگرفتی صبر کن انشاءالله زندگی خوش رو کن ببینی محبت پیدا می شود این محبت آهسته آهسته در زناشواری پیدا می شود نکاح خود سبب محبت است انشاءالله بودکدار که شدی امیدوارم بین شما و خداوند الفت پیدا میکنه دو زندگی تا خوب رفتار بگیرد بنابراین اگر نصیحت من گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن زندگی کردن گیر انشاءالله خدا خیر بیناتان در الفت پیدا میشه محبت پیدا میشه خوب او بیوگیش فراموش کن تام بیوگ بودی و خیلی از آن گرفتگی هستی آدم ها زنی بودکدار میگن سه چار بودکتی نبرمی فتواها دا میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکنه و این شرط البکارت فوجدها سیبا لزمها کل المهر یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقتی پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهر تو $500 نه مهر $100 است اگر دختر برایی $500 مهر نه خیلی دید خوب بعدی همخوابگی کی دختر نبرامد اینه بیوه برامد رنگ این دادر ما بریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 گفتگیش همون $500 واجب می شود بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگی شاید این دختر نبرامدن همسر شما نه به سبب زنا کردن شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد شاید به سبب دکتر رفته ایمان دارو پاره کردن شده باشد بنابراین شما در حق عروستان گمانی نکنید نپرسید که باقی رسیدی بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروستان در شب اول بجای آنکه زندگی شیرین کنن من تو رو دوست میدارم یکی گوید پرمه پرسیدن که تو راست بود به کی گشتی تو راست بود به کی تو رو کی بوسه کرد آن جوان مرد آوای پیش از آن که زنی تو بود و زنی تو نبود و کسی که میگشت کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وایش چی کار داری شیعه بخیلی که زبانشان طلاق کردن مهار کنه این جنجال پیش من هر روز میبیاد تو چی کار داری و به کی میگشت نمیگشت تاجیکای ما یک مقال داره اصل در تکی پای خودم نلنگر پیش میلنگی نمی کارتون نبود آخه این بود دیگه دختری ساق یافتن ممکن نیست همه مینیوبکا همه پلافکا دیگه مورد صغیره که همه بیرون میگیره دیگه این است جامعه کم تو شد دنیا ادار دختر بوده عیبه میگه هولی شما را مگم که کریستیان خدا همتون نگه داره خواهرهای ما را انصاف دیگه که خیانت نکنه بنابراین دادر عزیز صبر کن انشاءالله خدا خیر ثواب هم بگیری سیری همسر کن نبرا خوب البته اینجا ما
اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین، هنگامی که اهل مکه، مشرکان سرسختی که مکه محمد از خاندانش بیرون کردند، از وطن محبوبش بیرون کردند، فقط همراهی یکی از دوستاش ابوبکر بود. نه لباس پوشیده بود که او تیرناگذار باشد، نه ماشین مرسدس داشت که تیرناگذار باشد، نه تانک های وزنی داشت، نه سمالیات های فانتوم، نه محافظای مسلح با یراق های نو. وقتی که محمد از شهر مکه برآمد، فقط یک نفر شخص همراه برآمد. در همه حالت خدا او را محافظت کرد، در همه حالت خدا او را یاردم کرد. مگر امروز در غزوه تبوک یاری نمیکند؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. اونها دو نفر بودند، یکی محمد بود صلوات ربی و سلامه علیه، یکی یار او، صاحب او، حبیب او، مونس او، عاشق او ابوبکر بود. اذ هما فی الغار، هر دو رسول خدا و عاشق جمال او و شیفته محمدی ابوبکر هر دو در غار بودند. مشرکان مکه مسلحان اونها اطراف غار پیچانیدند. ابوبکر با آواز پس اشک چشم میریخت، کتفای زیبای ابوبکر میلرزید. پیغمبر خدا مانند کوهی که هرگز نمی جنبد آرام بود، با یاد خدا بود، در مکاشفه و تجلیات الهی غرق بود. ناگاه لرزیدن کتفای ابوبکر پیغمبر خدا را به هوش آورد. دید ابوبکر می نالد، ابوبکر اشکی چشم می ریزد. ابوبکر برای چی گریه؟ آب دیده برای چیست؟ ابوبکر گوید یا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمیه، اگر یکی اونها سرخم کند به پیش پای خود نظر کند، ما را میبیند در این غار. مهمانان خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی صلی الله علیه و سلم، پیش از آغاز صحبت اولا یکایک شما را به این ماه مبارک، ماه مولد خجسته آفتاب تابان رسالت و خصوصا این روز جمعه، بهترین روزهای هفته، تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار برای یکایک شما و خاندان شما عمر دراز و تن صحت و پیروی قرآن و سنت خواهانم و عاجزانه دعا میکنم که قدم هایی که از راه های دور و نزدیک برای آمدن این مدرسه محمدی و برای شنیدن کلام خدا و برای شنیدن سیرت و تاریخ پیغمبر بزرگوار به این مدرسه محمدی تشریف نمودید، اجر جزیل و ثواب بزرگ برای شما عطا فرماید. آمین. جمعه گذشته که ما مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مدرسه محمدی با شما عزیزان پیشواز گرفته بودیم و قرائت مولود هم در اینجا شده بود.
موضوع صحبت من یکی از لحظه های حیات این پیغمبر بزرگوار، این آفتاب تابان رسالت، این صاحب قرآن، این صاحب تاج و صاحب معراج و صاحب براق، هجرت او از مکه مکرمه به مدینه منوره بود و ما از سبب آنکه هم استاد از سبب آنکه وقت نگنجانید و این لحظه های خیلی حساس از حیات این پیغمبر بزرگوار با شما بیان کردیم و با آنجا آمده رسیده بودیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با صاحب خود ابوبکر در غار بودند و مسلحان قریش اطراف غار پیچانیده گرفتند. با این صحبت ما در آنجا به پایان رسید و وعده کردیم که ادامه آن را انشاءالله در جمعه آینده با شما عزیزان بیان می‌سازم. الحمدلله که این ساعت به من دست داد و الان با شما عزیزان در این خانه خدا از بالای این منبری پیغمبر بزرگوار روبرو هستم و امید دارم که این لحظه های چنده که با شما هستم خدا به من مهلت می‌دهد که این وعده دادگی خود با شما وفا کنم. الحمد لله رب العالمين يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. پروردگارا در این روز مبارک، در این روزی که موضوع صحبت ما بهترین بندگان توست، افضلترین انبیاء توست، در این لحظه هایی که نزول رحمت است، از تو عاجزانه دعا میکنم که گناه های ما را آمرزیده گردان. خدایا هر غم و اندوهی که بر بالای ما و بر بالای امت اسلام است، خدایا این غم ها را برطرف گردان. پروردگارا کلفت و مشقتی که امروز برادران عزیز اسلامی ما در عراق و در فلسطین از دست دشمنان تو کشیده ایستادند، خدایا اونها را از این کلفت و بلا خلاص گردان. خدایا مکر و حیله این دشمنان بر ضد خودشان گردان. پروردگارا غائبای ما را در کجایی که نباشند در پناه عصمتت نگه دار و بعد از انجام سفر و خدمت سلامت به خاندانشان باز گردان. پروردگارا بیمارای ما را شفای کامل عنایت فرما و گذشتگان ما را خدایا رحمت نما. خدایا این بندگان تو و این عاشقان مدرسه محمدی، چی جوان و چی پیر، چی طفلکان خرسان و چی خواهرای عزیز اسلامی ما به هر مراد و مقصودی که به این خانه تو تشریف آوردند، خدایا حاجت های اونها را برآورده گردان و هر مقصودی که داشته باشند خدایا به مقصودشان رسان.
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. این آیه ها از سوره مبارکه توبه است. بعد از 9 سال هجرت، بعد از آن که پیغمبر بزرگوار از مکه مکرمه در مدینه منوره قرار گرفتند و اولین دولت اسلامی خود برقرار کردند و اولین بار در تاریخ جامعه بشری لوای لا اله الا الله محمد رسول الله را برافراختند. بعد از 9 سال در یکی از غزوه‌های خیلی سخت و مشکل که پیغمبر بزرگوار در آن شرکت نموده بود، غزوه تبوک، از سبب گرمی هوا و از سبب نارساهای زندگی بعضی از صحابگان از اشتراک کردن در این غزوه سستی کردند. پروردگار برای تسلی دل حبیبش و برای سرزنش کردن بندگان موحدش این آیه مبارکه را فرستاد. قرآن میگوید، صاحب قرآن و بندگانش میگوید الا تنصروه، ای بندگان خدا اگر امروز حبیب من محمد شما یاری ندهید و همراه او در این غزوه سخت شرکت نکنید، محمد احتیاجی به شما ندارد، زیرا که محمد صاحب دارد، محمد حافظ دارد، محمد نگهبان دارد که فقط نصروه. او خدا پیشترک از این در خیلی حالتهای سخت و وزبین یاری کرده بود. الا تنصروه فقد نصره الله. پیشتر از این در حالی که محمد تنها بود، کسی را مسلح نداشت، کسی لشکر نداشت، در او حالت تنهایی خدا او را محافظت کرد.
فقد نصره الله. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هنگامی که اهل مکه مشرکان سرسختی که مکه محمد از خاندانش بیرون کردند، از وطن محبوبش بیرون کردند، فقط همراهی یکی از دوستاش ابوبکر بود. نه لباس پوشیده بود که او تیرناگذار باشد، نه ماشین مرسدس داشت که تیرناگذار باشد، نه تانک های وزنی داشت، نه سمالیات های فانتوم، نه محافظای مسلح با یراق های نو. وقتی که محمد از شهر مکه برآمد، فقط یک نفر شخصی همراه برآمد. در همه حالت خدا او را محافظت کرد، در همه حالت خدا او را یاردم کرد. مگر امروز در غزوه تبوک یاری نمیکند؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اونها دو نفر بودند، یکی محمد بود صلوات ربی و سلامه علیه، یکی یار او، صاحب او، حبیب او، مونس او، عاشق او ابوبکر بود. اذ هما فی الغار، هر دو رسول خدا و عاشق جمال او و شفتی محمدی ابوبکر هر دو در غار بودند. مشرکان مکه مسلحان اونها اطراف غار پیچانیدند. ابوبکر با آواز پست اشک چشم میریخت، کتفای زیبای ابوبکر میلرزید. پیغمبر خدا مانند کوهی که هرگیز نمی جنبد آرام بود، با یاد خدا بود، در مکاشفه و تجلیات الهی غرق بود. ناگاه لرزیدن کتفای ابوبکر پیغمبر خدا را به هوش آورد. دید ابوبکر می نالد، ابوبکر اشکی چشم می ریزد. ابوبکر برای چی گریه؟ آب دیده برای چیست؟ ابوبکر گوید یا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمیه، اگر یکی اونها سرخم کند به پیش پای خود نظر کند، ما را میبیند در این غار. یا رسول الله این انا قتلت و انا رجل من قریش، اگر من کشته شوم باکی ندارد، من یک مردی است، بندگان خدا هستم. اما شما اگر خدای نکرده کشته شوید، دیگر انسانیت هرگیز راه خداشناسی را نمی‌یابد. این چراغ درخشان اگر خاموش شود، خدای نکرده دیگر کسی او را نمیتواند از نو درخشان سازد. پیغمبر خدا گفتند ابوبکر لا تحزن ان الله معنا، آخر تو غم نخور، آخر تو اشک نریز، اما تنها نیستیم، همراه ما پروردگار است، همراه ما خدایی که دل این کافرها هم در تصرف اوست، ما تنها نیستیم. تو غم مخور، تو اشک نریز، ما تنها نیستیم، همراه ما الله است، همراه ما ذات است که نگهدارنده این آسمان ها به ستون است، الله است. لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سکینته علیه، پروردگار آرامش در دل ابوبکر نازل گردانید و ابوبکر این ترس و واهمه که داشت همه را فراموش کرد و با یاد خدا و با تلاوت کلام خدا مشغول شد.
مشرکان مکه بعد از آن که ناامید شدند، دیدن که در غار کسی نیست، دیدن که در لب غار درخت رویده است و تارتنک خانه کرده است و کبوتر تخم هم گذاشته است. این حدیث امام احمد است، حضرت روایت میکنند. گمان کردن که در این غار کسی نیست. در بعض روایات آمده است مصلح میگوید در دهان غار پیدا شد. وقتی که مشرکان مسلح اطراف غار نزدیک شدند، او میگد با سواری اسب ندا کرد که در این غار کسی نیست، آن کسی که شما جستجوی او رو دارید در دیگر جاست. نه بعض روایت هستین خدا به حقیقت او داناست. با این مسلحای قریش پراکنده شدند، براها و بکوها و بغارهای دیگر رفتند. رسول اکرم همراهی ابوبکر صدیق 3 روز در غار ایستادند. در این 3 روز کی پیغمبر خدا را با غذا تأمین کرد؟ در این 3 روز کی خبرهای شهر مکه را به اینها می آورد؟ عزیزان من توجه کنید. در این مدت 3 روزه که رسول خدا در غار بود، حضرت اسما دختر ابوبکر در گرمای روز وقتی که مکه آرام می گرفت، همه به خانه های خود می در آمدن از شدت گرما. جای سلخین اسما پردوش خود در کلوار غذاهای طعام آماده می کرد برای رسول اکرم و پدر بزرگوارش به غار ثور می رفت. مورخان میگن، خواهرای عزیز، مادرای اسلامی، من به شما خطاب میکنم که اسما دختر ابوبکر مانند شما بود و در کدام حالت در او گرمای قهراتون بر دوش خود غذا میگرفت و به غار ثور میبرامد. مورخان میگویند که اسما حامله دار بود، 9 ماه حامله دار بود. با وجود این در این گرما محبت خدا و رسول او را به سوی غار میبرد. نه از گرما میترسید، نه از حامله داری خودش میترسید، نه از سنگهایی که در راه بود میترسید. با وجود حامله داری 3 روز در گرمای روز پیغمبر بزرگوار با همراه پدرشان با غذا تأمین کرد. این از محبت، این از جانفدایی زنهای زمان رسول اکرم به پیغمبر بزرگوار. اونها اون تو مادر بودند، برای همین دنیا ده عبدالله ابن زبیر دادند. خدایا مادرای ما را، خواهرای ما را در دلشان محبت خدا و رسول پیدا گردان، ماننده که در دل اسما دختر ابوبکر این محبت پیدا کردیم. شبانه عبدالله ابن ابی بکر که پسر حضرت ابوبکر بود، بعد از شام تاریکی میشد، واقعه ها و گفتگوهایی که مشرکای مکه در مکه داشتند اونها را یک یک میشنید و بعد از تاریک شدنی راه به سوی غار ثور میرفت و شب واقعه ها را به پیغمبر خدا و حضرت ابوبکر میگفت و باز پیش از صبح گشت به مکه می آمد. یعنی به اصطلاح امروزه گوییم چکیست و رزویچی که پیغمبر خدا حضرت عبدالله ابن ابوبکر بود در این لحظه ها، و با غذا تأمین کننده او حضرت اسما بود و راه پنهان کننده برای اونها حضرت عامر ابن فحیره بود که این مولای حضرت ابوبکر بود. بعد از برآمدن عبدالله از غار که او رید بود و بعد پی پا نشیند
گوسفندها را حی میکرد به راهی که عبدالله رفته بود پی پای او نابود میشد. 3 روز در غار، این آفتاب تابان رسالت، در او غاری که نکرپه بود، در آن غاری که نراحت بود نشستند. این آزارها و این رنج محنتها برای کی بود؟ برای خاطر امت بود، برای خاطر دعوت بود، برای خاطر سعادت انسانیت بود. حضرت عایشه مادر ما روایت میکند، این حدیث امام بخاری است، میگوید استعجل رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو بکر رجلا من بني الديل وكان هاديا خريتا فأعتياه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3 وارتحل معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل. رواه البخاري. رسول اکرم همراه ابوبکر پیش از آن که به غار برآیند، مرد را از قبیله بنی دیل که به نام عبدالله ابن ارقید که در تاریخ اسلام مشهور است، اجاره گرفتند، قرار کردند، به اصطلاح امروزه گوییم، و هر دو اشتر خود به او دارند و گفتند که صبح روز سوم، این روز یکشنبه، نزد غار ثور می آیی، ما را از اینجا می گیری و براه ببرایی. او را در این سفر خیلی پول کلام وعده کرده بودند و البته این خراجات راه هم از حساب حضرت ابوبکر صدیق بود. عایشه میگه که او مردی خیلی دانا و راهشناس بود و راههای از مکه به سوی مدینه می رفتگی را خوب می دانست، راههای بی‌طرف و بی‌خوف هم. بنابر صبح روزی یکشنبه بود یا دوشنبه، والله اعلم. مورخا میگن سید حوا هم در کتاب فقه سیرش هم میگوید که آن روز 20 ماه ایول بود، روز یکشنبه سال 622 میلادی. وقتی صبح بود که این راه نشانده همراه اشترها آمد نزد غار. پیغمبر خدا برآمدند، همراه ابوبکر هر دو در یک اشتر نشستند و عامر ابن فهیره که مولای ابوبکر بود همراه این مرد راه نشانده در اشتر دیگر نشستند. هر دو براه برآمدند، براهی بی‌طرف. ساحل مراد از این شارحای حدیث میگن لبی بحر نه، این نام موضعی با همون که راه یک طرفه تر بود، بی خوف بود، با همون راه به سوی مدینه روان شدند. خیلی راه رفتند، آفتاب گرم شد. رسول اکرم گفتن زیر سایه درختی که میدم گیریم. اشترها رو باز داشتند، زیر سایه دم گرفتند. پیغمبر خدا ناگهان روی خود به سوی شهر مکه گرداندند. به اختیار اشکهای چشم، به اختیار اشک چشم او مانند دردانه ها ریختن گرفت. به مکه خطاب کردند، والله یا مکه تو. این لحظه های خیر خوش بود، لحظه های وداع با وطن عزیز پیغمبر خدا بود. والله یا مکه تو
إني لأعلم أنك أحب أرض الله إليه لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. گفتن ای شهر مکه، قسم به خدا که من میدانم تو محبوب ترین زمین های الهی هستی، تو محبوب ترین شهرهای خدا به خدا هستی. من اینو میدانم، من هیچگاه نمیخواستم از تو جدا شوم. اگر این مشرکا، این کافرا من مجبور از اینجا بیرون نمیکردن، من هیچگاه از تو جای دیگر نمیرفتم. آره، رسول اکرم مکه را دوست می‌داشت، زیرا که در آنجا تولد شده بود، زیرا که در باد و هوای وی نشو و نما یافته بودند، زیرا که در اینجا خانه‌ای که ابراهیم خلیل خدا ساخته بود وجود داشت. این قطره های اشک که از چشمای زیبای محمد میریخت و این کلماتی که از زبان محمد از دل پردرد او برآمد، مگر خدای محمد، مگر آفریدگار آسمان و زمین بے پروا گذاشت؟ در عرش الهی تلاطم به وجود آمد. پروردگار جبرئیل امین فریاد کرد، سفارش داد که ای جبریل زود به حبیب من در رس و این مژده را به او رسان. مژده چی بود؟ این خوشخبر چی بود؟ مژده آیه از سوره قصص بود که بلبلای قرآن تا قیامت او را تلاوت میکنند. این مژده برای حبیب خدا بود، این تسلی برای حبیب خدا بود. جبرئیل همین در رسید، حالا اشکی چشم پیغمبر خدا خشک نشده بود که جبرئیل امین این آیه کلمه را از نزد پروردگار خود آورد. بسم الله الرحمن الرحیم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك پروردگار گفت ای حبیبی من، همان خدایی که به تو قرآن را فرستاد و همون خدایی که با تو سفارشی تبلیغ رسالت کرد، همون خدایی که به تو سفارش داد که احکام قرآن به بندگانش رساند، لرادک الی معاد، البته باز تو را با سری بلند به این وطنت باز میگرداند. تو برای این غمگین نشو. قل رب اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. به اینها بگو خدای من میداند که راهی کدام ما راه درست است، راهی من و راه پیروان من یا راه شما ای مشرکا و ای یهودی های بدبخت. خدا خود میداند. رسول اکرم این آیه را تلاوت میکردند و در دل خود این بشارت الهی را با خرسندی پیشواز گفتند. بعد از آن براه برآمدند. آره عزیزان من، بعد از 9 سال بود که رسول اکرم با سری بلند با یاران خود باز به سوی مکه، به این شهر مقدس فاتحانه داخل شد. وقتی که رسول اکرم مکی مکرمه را
با لشکریان خود احاطه کرده گرفتند. وقتی که پیغمبر خدا بالای اشتر با تلاوت سوره اینا فتحنا آب دیده ریزان داخل میشد که از تواضع سر مبارک بالای زین اشتر می رسید، اطراف خانه کعبه دور میزد، با عصای خود بتها را می افشاند و این مشرکانی که مسلح شده برای کشتن او کمر بسته بودند، همه با ترس و هراس در خانه های خود در صحن بیت الله دست پیش بر ایستاده بودند که محمد چی جزا میدهد ما را. رسول اکرم بعد از طواف خانه کعبه 7 بار گفتند لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. امروز من شما را سرزنش نمی کنم، خدا شما را مغفرت کند، شما را خدا هدایت کند. از سبب نادانی شما اون کارها را کردید. کدام اونها را آزار نداد، کدام اونها را حبس نفرمود، کدام اونها را حکم قتل نداد. این است عدالت اسلام، این است عدالت الهی، این است عدالت قرآن، این است عدالت پیغمبری. الله. اما امروز کافرای پرقوت اگر دولتهای ضعیفه در تصرف خود درآرند، حبسخانه ها رو پر میکنند، زندان ها رو پر میکنند، جای نفس کشی نمیموند. باز به نام دموکراسی دنیا داد میزنند، باز به نام آزادی شرم نداشته از منبرهای بلند صدا میکنند. کوچه های عراق پر از جسد هاست، قبرستان های عراق دیگر جای دفن کردن ندارد، خانه های فلسطینی ها به خاک یکسان شد ایستاده است، طفلکای به فلسطینی ها بی پدر و بی مادر در کوچه ها سرسان و حیرانند. باز دموکراسی میگویند، باز آزادی انسان میگویند. عدالت اسلام رو ببینه، عدالت کفر رو ببینه، چشماتان کشایه. عزیزان من، لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. من شما را سرزنش نمی کنم، همه شما آزاد هستید، همه شما در اختیار خود هستید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 8 روز در این راه به سوی مدینه آمدند. من یکی از لحظه های این سفر با شما عزیزان بیان میکنم. روز سوم بود والله اعلم، آفتاب گرم شد، در راه یک خانه، یک خیمه دیدند. رسول اکرم گفتند در این خیمه دم گیریم، شاید کسی باشد ما را در این خانه نگاه دارد و از او غذای برای خود خریم، اینه سودا کنیم، بعد از آن فردا به راه براییم. وقتی که نزدیک خیمه آمدند، در خیمه یک خانم، یک پیرزنی تنها بود، دیگر کسی نبود. ابوبکر صدیق پیشتر آمد، گفت مادر، ما میخواهیم برای ما کمی شیر و کمی گوشت بریانتی. او خانم، او پیرزن، او مادر در تاریخ اسلام به نام امی معبد مشهور است که نامش عاتکه بود. او خیلی عیال مهمان دوستدار بود. وقتی که چهره زیبای ابوبکر دید و از پس او رسول خدا را دید که مانند ماه بارین رخساره زیبای او جلا می‌دهد، بعد از سلام کردن گفت جان من فدای شما باد، خانه من خانه شماست. اگر من گوش می داشتم، اگر من شیر می داشتم، من به پول شما رو مهمانداری می کردم. جان من فدای شما، اما چیزی ندارم. اون سال خیلی سال قحطی بود، از سبب بیبارانی نه اشترهاش نه گوسفنداش شیر نداشتن.
من خود خجالت هستم که شما رو نمیتونم مهمانداری کنم. رسول اکرم نگاه کردن که در پشت خیمه یک سالق که خیلی خراب و لاغر است خواب است. گفتم مادر، گفتم به من اجازت میدی همون سالق من خود جوشم؟ شاید پیستان او شیر داشته باشد. این مادر تبسم کردن گفتن ای جوانای زیبا، گفتن از سبب به حرکتی و کم حالی او رو ما از گوسفند نگاه داشتیم، او نه شیر دارد و نه راه رفته میتونه. رسول اکرم گفتن به ما اجازت اجازت. حضرت رفتن پیش گوسفند، با دست مبارک پشت او رو دستمال کردن که گوسفند از جاش خیست. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم بارک لها فی زرعها، خدایا به این مال در پستانش برکت عطا فرما، و بارک لها فی لبنها، خدایا پستان او رو پرشیر گردان. حضرت دست مبارک در پستان سالق زده بودن که سالق پستانش کلان شدن گرفت، پاهاش کشاد شد. این معجزه میگوید عزیزان من. گفتم مادر به ما یک ظرف بیاد من شیر جوشم. ظرف آوردن، حضرت شیر جوشیدن، ظرف پر شد. اول به خودی پیرزن دادن، مادر گفتن تو بنوش، شاید از سحر تو چیزی ننوشیده باشی. باز نوشیدن، خودشان دیگران را نوشاندن، باز نوشیدن، ظرف پر شد. گفتم مادر اینو به خانمون، شب شوهر در صحرا میاد او بنوشن. سالی بعد از دمگیری حضرت خیر خوش کردن و براه برآمدن. در روایتی که علامه زمخشری در تاریخ ربیع الابرار خود آورده است، از زبان خواهرزادی این خانم یعنی عاتکه این روایت میکند، میگد رسول اکرم بعد از آن که شیر نوشیدن که دم گرفتن استراحت کردند در همون خیمه همون خانم. بعد از آن که از خواب بیدار شدن، ابوبکر گفتن آب بیار من دهان خود آبگردان کنم. ابوبکر آب آورد، پیغمبر خدا دهان مبارک آبگردان کردند. بیرون خیمه یک درخت خار بود، آب دهانی مبارک خود در همون بیخ درخت خار انداختند. این میگوید والله وقتی که این مهمان ها رفتن، فردا صبح از خواب خیستیم، همون درخت خار مبدل با یک درخت کلانه شده که برگه های سبز، میوه های مانندی سه بارین کلان میوه کردن. این در نور الابصار هم هست، در تاریخ ربیع الابرار هم این هست. همون گوسفندی که رسول اکرم شیر سے جوشیدن با دستان مبارک، میگوید تمام خاندانی عاتکه را با شیر تامین میکرد، هم صبح می نوشیدن هم شب می نوشیدن. 18 سال بعد روایت کمتر، در سال خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تانی این گوسفند بعد بود. میگوید از میوه او درخت ما میخوردیم، حتی برگ او را برای شفا استفاده میبردیم. این خانم با سعادت، آیا اسلام آورد یا نه؟ عزیزان من میخوام اینو بیان کنم، زیرا که چند شما باز اینو میپرسید روزی از من. وقتی که رسول خدا رفتن، شبانه شوهر او از صحرا آمد با همراه مالهای خرابی خود. دید که خانه که همسرش در او بود آزاده است و یک ظرف پر از شیر سرد تلقی. حیران شد، گفت خانم آخر هر روز من می آمدم این حالت نبود، این شیر من خود نمی آبم، تو از کجای نیافتی؟ خانمش مگد گفت ای فلانی نام شوهر گرفت، امروز به خانه ما چند نفر شخص مهمان شد و 2 نفر او چنان زیبا بودند
چی زبان شیرین داشتند، چی با برکت بودند که پروردگار با تفیض اونها این مال ما را، این گوسفند ما را سیرشیر کرد. هم خود اونها نوشیدن و هم من، هم با برای تو ذخیره کردن. ابو معبد میگد گفت همون دو آدم به من صفت سکون چگونه هستند اونها. وقتی که خانمش به او صفتی رسول اکرم بیان کرد، چهره هاشان صفت کرد و سخنهای شیرین شان گفت والله این هذا محمد صاحب قریشی. و مجرد این شنا گفت که والله قسم به خدا این همون محمد است که قریشی ها برای سری وای 100 اشتر وعده کردن مکافات. این همون پیغمبر خداست، این همون شخص است که دعوای پیغمبری دارد. افسوس که کاش که من می بودم و ایشان خدمت میکردم. آره، وقتی که رسول اکرم در مدینه منوره قرار گرفتند، این پیرزن همراه شوهری ناتوان خود به مدینه آمد، به رسول خدا بیعت کرد و به ایمان و اسلام مشرف شدند. الحمدلله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در راه بودند، روز چهارم بود. سراقه میگوید، اینم حدیث امام بخاری است، سراقه میگوید همراهی قومای محلی خود نشسته بودم، آفتاب گرم بود، صحبت میکردیم. شخصی از بیابان آمد، شتابان، گفت که الان من در پایان در ساحل دو اشتر سواره را دیدم که رفته ایستادی‌اند. من گمان میکنم که همون محمد و ابوبکر هستیم. تمامی قبیله ها برای آن که از این مکافات میگیریم 100 اشتر صاحب میشویم گفته در جستجو بودند. سراقه میگوید دانستم که اینها محمد و رفیقای محمد است. بنابر برای خاطر اینها را فریب دادن به او شخص گفتم نه، اون دو کسی شما میگویی الان از نزد من رفتند، اونها اشترکاوها هستند، اشتراشان گم کردند، برای اشترکاوی رفتند. یعنی مقصد سراقه اینها را فریب کند و خودش رود محمد قفت صاحب 200 اشتر شود. 100 اشتر برای جناب پیغمبر، 100 اشتر برای ابوبکر. این سراقه بیخبر بود که او محمد پاسبان دارد، محمد محافظ دارد، محمد تلخ دارد. از این بیخبر بود. اگر چند لحظه گذشت، اینها که آرام شدند به خانه‌اش رفت، اسبی تیزده داشت، سوار شد، یرقهای خود گرفت و از همون راهی که او شخص گفته بود روانه شد. این در نورالقین هم هست، شاید طالب علم خواندگی هستند. وقتی که نزدیک شدن گرفت، غبار اسب او، این پایی که اسب میزد از زیر پاش سمهاش غبار می برآمد، بلند شدن گرفت. اسبش پیش پای خورد غلطید، باز از جاش خیست، باز سوار شد و باز اسب دوان، باز پیش پای خورد و باز غلطید. حضرت ابوبکر صدیق نگاه کردن که غبار بلند شد ایستاد، از سواره دوان آمد ایستادن. به طاقت شدن، گفتن یا رسول الله ما را طلبکارها آمده ایستادی‌اند. رسول اکرم پروا نداشتن، قرآن می‌خواندن. برداشتن به سوی آسمان و گفتن اللهم اکفه عنا بما شئت. خدایا اینه به هر طرزی که میخواهی از ما نگه دار. این بود یراق رسول اکرم، این بود گرانتمیات پیغمبر خدا، این بود سملیات بمبانداز رسول اکرم. اللهم اکفه عنا بما شئت. خدایا این بندتا از ما نگه دار به هر طرفی که خودت میخواهی. این دعا از زبان پیغمبر برآمده بود که هر 4 پاو دست اسب به زمین فرو رفت، زمین فرو رفت.
سراقه دانست که این دعای محمد است، دانست که من به محمد رسیده نمیتونم، فریاد کرد که یا محمد من خلاص کن، والله من به تو زیان نمیرسانم. در که زمین فرو بردی من خلاص کن، و فریاد من رس، من به تو زیان نمیرسانم، من با امکانیت داشته باشم شما را یاردم میکنم. صداش به گوش پیغمبر خدا رسید. حضرت دعا کردن اللهم این کان صادقا فاطلق فرسه. خدایا اگر سراقه صادقانه خالصانه دعا این طلب از من کرده باشد، خدایا اسب او را خلاص گردان از زمین. اسب با یک حمله از جاش خیست، راد برآمد. رسول اکرم ایستادند، سراقه آمد. بعد از سلام و آخری با رسول اکرم توشه و لباس خودش پیشکش کرد که شما در راه دور میروید همراه گیرید. پیغمبر خدا نه به ما چیزی شما حاجت نیست، گفتند فقط خواهش من از زمین است شما که همین خبری ما رو پنهان دارید، به کسی نگوید که ما از این راه رفته ایستادیم. خوب در اینجا باز حادثه های دیگری هم شد، از سبب بیان که وقتی ما کم مودی ایستاده است نمیتونم بیان کنم. به هر حال این سراقه هم بعد از آن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز ایمان آوردند. پیغمبر خدا آوازش به مدینه آمد. اهل مدینه، باشندگان مدینه وقتی که شنیدن رسول خدا به راه برآمده است، از صبح می برآمدن بیرون مدینه، راهی که از مکه می آمد. همه مردها مسلح با فرزندای خود تا نصف روز منتظر بودند که رسول خدا کی می آید. هر روز حالشان این بود. روز هشتم یا 12 ربیع الاول بود. آفتاب گرم شد، همه به خانه هاشان گشتند ناامید، شاید رسول اکرم فردا می بیاد یا پس فردا. یهودی میگوید برای حاجت بالای تپه برآمد، شاید اشترهاش میکافت. ناگهان دید که از طرفی حوالی یعنی راه مکه دو شتر سوار، دو اشتر بالاش دو سواره چند نفر آمده ایستادند. گاه در چنگ یعنی آفتاب چیزش نابود میشوند، سرابش باز نمایان میشوند، نزدیک شد ایستادند. این یهودی پی برد که این از همون کسانی که اهل مدینه انتظار اونها هستند. بنابر از همون بالای بلندی فریاد کرد یا بنی قیلة هذا حظكم فخذوه. ای بنی قیله، ای خزرج اوسی ها، از جاتان خیزید، آن کسی که طلبگارش بوده آمده ایستاده است. وقتی که این صدا بلند شد تمام خانه های مدینه به جنبش در آمدند. همه زن و مرد، همه کودکان دوان دوان در گرما پیشواز برآمدند. رسول اکرم نزدیک شدن گرفت. انصاری ها، عاشقان رسول اکرم و مهاجرانی که پیشتر رفته بودند همه پیشواز رسول اکرم برآمدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از واخری به قبا که از مدینه منوره بیرون بود، اول به آنجا رفتند زیرا که راه همون بود و 3 روز در قبا ایستاده و اولین مسجدی که در مدینه منوره ساختند این مسجد قبا بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون مسجد بنا کردند که قرآن او را وصف میکند فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. روز سوم، روز جمعه، رسول اکرم از قبا بازگشتن به سوی مدینه. شواری اشتر نصف روز شد، زوال شد در قبیلی، این بین قبا و بین مدینه بنی گلسوم یا بنی عامر بود. در همونجا رسول اکرم نماز جمعه را خواندند. این جمعه اولی بود که رسول اکرم همراه صحابگان بزرگوارش خواندند.
از آنجا بعد داخلی مدینه شدند. حضرت انس میگوید قسم به خدا میگد وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدینه منوره آمدند تشریف آوردند، تمام خانه ها در و دیوارهای مدینه میگوید خوشحال بود، نور افشانی میکرد. جوانای مدینه، کنیزکا، سراینده های مدینه پیشواز رسول اکرم ده همون سرودی که ما در مولودها میخوانیم میخواندن پیشواز حضرت ده. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. رسول اکرم پیشوازگیران مدینه منوره در آوردند. هر کسی از انصاری ها لجام اشتری رسول خدا را میگرفت، میگفت یا رسول الله خانیمند فرا، خانیمند مهمان شو. اما حضرت گفتند اشتری من بگذاره، دعوها فانها مأمورة، شما او را بگذاره. گفتند او خود در کجایی که قرار گیرد با الهام الهی ما همونجا میفراییم. اشتر میگوید آمد در جایی که الان مسجد رسول اکرم است، که خیرمنی خرما خشکونی دو یتیم بود، نزد همان خیرمن دید گشت، دو سه بار پیش تاب کرد، نزدیک حضرت ابو ایوب انصاری را خانش بعد اشتر خواب رفت. رسول اکرم بعد از اشتر فرامدند، گفتند هنا المنزل و انشاءالله، قرارگاه ما. گفتند اینجا بشود. رسول اکرم بارها شد گرفتن به خانه حضرت ابو ایوب انصاری در آوردند. همون خیرمنی که اشتر رسول اکرم در آنجا قرار گرفت، ما گفتیم حق دو یتیم بود. رسول اکرم از وارثای اون دو یتیم خواستن که اینو به ما فروشه. گفتند ما در اینجا گفتند مسجد سازیم. او یتیما گفتند ما همین برای خدا به شما دادیم یا رسول الله، همچون هدیه از ما. اما پیغمبر خدا نه، گفتند او رو ما به پول میخریم. نرخ موندن، در بعض روایات 10 طلا قیمت موندن. حضرت ابوبکر صدیق پول او را هم دادند، همون جا را برای خود رسول اکرم به مسجد ساختند. این اولین بنای حکومتی که رسول اکرم بعد از تشکیل حکومت اسلامی ساختند، این همان مسجد رسول اکرم بود که دیوارش از سنگ بود، بالاش از چوب خرما بود، وسعش از برگ خرما بود. آن بود قلعه رسول اکرم، آن بود رزیدنسی رسول اکرم، آن بود مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عزیزان من، در این سفر چگونه که شما شنیدید رفیق و مونس پیغمبر خدا حضرت ابوبکر صدیق بود. از این سبب افضلین مردم بعد از پیغمبرها ابوبکر صدیق است. امام قرطبی میگوید در تفسیر سوره براءت، هر کسی صحابه بودن عمر یا عثمان یا علی را انکار کند کافر نمی شود. او مبتدی است، او ضال است، او فاسق است. اما صحابه بودن و رفیق بودن ابوبکر انکار کند او کافر است، زیرا که اون نص قطعی را انکار کرده است. حضرت ابوبکر قرآن صراحتا یار رفیق خدا معرفی میکنه. از این سبب بود که وقتی که بار با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گپاشان گریخت، رسول اکرم شنیدن که عمر حضرت ابوبکر آزار داده است، حضرت فریاد کردند عمر، و صحابه های دیگر فریاد کردند در مسجد و گفتند، اینم حدیث امام بخاری است، گفتند هل تارکو لی صاحبی فإن الناس كلهم قالوا كذبت وابو بكر قال صدقت. رواه البخاری. شما گفتند
میمونه همین رفیقی من که آرام استاد، میمونه گفته همین مونیسی من ابوبکر که آرام استاد، چون او آزار میدی. آخر وقتی که من کلمه لا اله الا الله را آغاز کردم، همه مردم حتی تو هم عمر بگفتی دروغ میگویی، فقط ابوبکر بود که بگفت راست میگویی. این آزار نتید گفتن. از این سبب افضلینی مردمان بعد از پیغمبران عزیزان من ابوبکر صدیق است. باور کنید ابوبکر انسان است که پروردگار از بالای عرشش به او سلام فرستاد. رسول اکرم نشسته بودند، جبرائیل امین آمد گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام یقرئک السلام و یقول لك. پروردگار به تو سلام میگوید، بعد السلام میگوید که یا محمد اقرئ ابابکر منی السلام، ابوبکر از جانب من سلام گو. خوشا به حال تو ابوبکر. و قل له به او بگو ان ربک راض عنک فهل انت راض عن ربک. ابوبکر خدای تو از تو راضی است، آیا تو هم از پروردگارت راضی هستی؟ حضرت ابوبکر آبی داشت بیرخ میگفت چگونه من از پروردگار خود راضی نباشم و حالا که همه هستی من، همه کوشش من برای خاطر آن هستی، خدا از من راضی شود، چگونه من راضی نیستم. این بود ابوبکر. این بود تاریخ هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در این 2 درس جمعه با شما عزیزان بیان کردم. اگرچه زبانی پرگناهی من لایق این تاریخ، لایق این بیان، لایق این هجرت رسول اکرم بیانش نبود، اما با وجود گناهگاری، با وجود نالایقی، به قدر دانش خود این منظره را با شما عزیزان بیان کردم. از همه شما خواهان آن دارم که مانند صحابه های رسول اکرم پیغمبر خدا را دوست دارید و هیچ یکی از صحابه های رسول اکرم در دلهاتان ده بغض و کینه پیدا نکنید. مانند که صحابه های رسول اکرم اسلام دوست داشتن، برای اسلام جان فدا بودند، شما هم برای اسلام خود، برای پیغمبر خود، برای محافظت دین او، شریعت او جانباز باشید، جان فدا باشید. جوانای خوب، عاشقان مدرسه محمدی، پروردگارا شما را عمر دراز و تن صحت و پیروی سنت در این دنیا نصیب کند و در آخرت با شفاعت رسول اکرم مای گناهگارم همراه شما داخلی جنت گرداند. آمین یا رب العالمین. عزیزان من 1-2 دقیقه اگر دیرم شود، یک مادری خیلی برای من عزیز است، یک سوال تعجیلی به من روان کرده است، جواب گوید گفته بیرون جا کشاد است، بیرون صف گرفتن گرفتم. السلام علیکم داملای عزیز، ما مخلصی اسدی شما هستیم، یک گروه زنها از شهر دوشنبه. با چنین سوال به شما مراجعت کردنی هستیم. آیا آدمی که زنده است و قرآن میخواند میتواند برای خودش قرآن را ختم کند؟ خواهر عزیز و مادر مهربان، قرآن خواندن این عبادت است، قرآن خواندن ثواب است. رسول اکرم میگویند که اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شهیدا شفیعا. شما قرآن خوانید که قرآن شما را روز قیامت شفاعت میکند، شما را قرآن روز قیامت مرتبه های بلند صاحب میگرداند. خود قرآن خواندن شما عبادت است. هر حرفی که شما میخوانید خواهر عزیز یا مادر عزیز، هر حرفش خدا به شما 10 حسنه میتید. قرآن عظیم الشان عبارت از 340,740 حرف است. مادر عزیز وقتی که شما قرآن ختم میکنه، هر حرف او شما 10 ثواب میگیره. شما تصور کنید چی ثواب بسیار صاحب میشید. بنابر همه خواندنش که شما به خودتان میبخشید، که به دیگر کس میبخشید، این ثواب شما هست. پروردگار شما را از فضل ثواب میدهد چگونه که وعده کرده است، و باز به کسی هدیه هم کنید ثواب او را، به دیگران هم هدیه او را، ثواب او را خدا میرساند. روزه که روزهای دوشنبه و پنجشنبه میگیریم به قرضها داخل میشود یا نه؟ مادر عزیز، برای روزه قرضی یک شرط این است که باید نیت کرد.
روزه قضایی را شرطش همین است که نیت میکنید شما که خدایا فردا من روزه میگیرم از قضایی گذشتم گفته تعیین میکنید و شروط للقضاء والکفاره ان یبیت و یعین. فقها میگویند برای روزه قضایی اولش که پیش از صبح نیت میکنی مادر قیامتی و دیگر اینکه باز معین میکنی که از قضایی گذشته گفتن. بنابراین این روزایی که پنجشنبه و دوشنبه نفل گفته میگیره این نفل حساب است. خوب شما میتونه که امروز پنجشنبه و دوشنبه رو سحر یک پیشتر از صبح خیزید یک پیاله چای نوشید یا چیزی هم که نمی نوشید دانتان آوگردان کنید روزه قضایی گفته نیت کنید پس از قضایی حساب میشه. در آخر به شما عمر دراز و تن صحت و اهل عائلتان آرامی را خواهانیم. خواهر عزیز شما را پروردگار نگه دارد. السلام علیکم. یک نفر مخلصی شما نورالدین جان، من دیر باز در نزد شما احترامانه از خداوند بزرگ طلب دارم که شما را نگهبان باشد و در پیشگاه پروردگار سربلند باشید. آمین. من 6 نفر پسر دارم. یک پسر کلانی هم بسیار بی توفیق می باشد و گپم گوش نمی کند. 2 فرزند دارد. نمیدانم من با وی چیکار کنم. دیگرانش الحمدلله با توفیقند. پسری 4 باشد 23 سال می شود که بیمار است. او را خودم خوراک می دهم. وی نه گپ می زند و نمیشیند و نه راه می گردد. این هم باشد خواست خداست و من صدها بار به این راضی هستم و از شما خواهش میکنم که در حق وی دعای کنید. پروردگارا این برادر عزیز فرزند مهربان شفای کامل تید و از قطار او دیگر بیمارایی که در این محلی ما هستند و در تمام جمهوری ما هستند خدای آنها را شفای کامل عاجل نصیب گرداند. و در آخر از شما سوالی را تعجیلا میپرسم. بعضی وقتا من او را در بغلم گرفته خوراک میدهم اما در بغلم بادش میبراید. در همین مورد طهارت من میشکند یا نه؟ برادر عزیز اسلامی، طهارت شما ویران نمیشود مادامی که اگر رفت و پیشابش نچکد یا یگان افلاسیش اگر نچکد لباس شما به نماز نمیشود. به مجرد بادی برآمدنی او که به اختیار بیچاره و مظلوم است مظلم است این شما را طهارتان نمیشکندم لباساتان هم به نماز نمیشود. بنابراین شما میتونه به همون طهارت نمازتان خانه. اکنون دعا کنیم پروردگار به حرمت این لحظه های اجابت دعا دین مقدس اسلام در روی زمین غالب گرداند و قانون قرآن را خدای حاکم عالم گردان و بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله را در روی زمین الوانجگر گردان. پروردگارا در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما فیض و برکات نازل گردان. فقر و تنگدستی و محتاجر خدای از این جمهوری ما و از این ناحیه ما و از این محلی ما برداشته گردان. پروردگارا به حرمت این لحظه اجابت دعا بیمارای ما را شفای کامل عنایت فرما و به فرزندان ما را فرزند صالح نصیب و روزی گردان و مسافرای ما را خصوصا مسافرای که الان در وقت آمدن از من طلب دعا کردند که به سوی روسیه می رفتند. پروردگارا اینها را در پناه اسمت نگه دار و در اون مسافرت ها خدای اونها را سلامت بدار. پروردگارا اونها را از شر ظالمان محفوظ بدار و دولتشان رزقشان فراخ گردان و با دست پر با سلامت به خاندانشان بازگردان. خدایا به اونها توفیق عطا فرما که در آنجا از طاعت تو دور نشوند و گرفتار معصیت نگردند. پروردگارا رئیس جمهوری که کفیل آرامش و کفیل صلح و صلاح در این جمهوری است و برای آرامش و برای آزادی و برای صلح و صلاح کوشش ها دارند. پروردگارا تنی صحت و عمر دراز توأم با توفیق بندگی و همت اسلامی نصیب گردان. خدایا تو مقلب القلوبی دلهای همه حاکمان عالم را مائل به اسلام گردان، مائل به پیروی قرآن گردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله عزیزان من جمعه آینده موضوع صحبت من درباره حجاب است، درباره سطر اسلامی است و خواهان آنم که خواهرای عزیز و مادرایی که صدای من میشنوید شما بسیارتر در این درس شرکت کنید. شاید از این صحبت من یکی از شما هم، یکی از خواهرای اسلامی ما هم اگر هدایت یا و عمل کنند سبب سعادت ما می شود. پروردگار همه شما را نگه دارد.
الحمد لله الحمد لله المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، وقبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، هم خيرة خلق الله، خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة أفضلهم، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله، وعلى الإمام الهمام عدلهم أمير المؤمنين عمر الفاروق قاهر أعداء الله، وعلى الإمام الهمام أحلمهم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين جامع كلام الله، وعلى الإمام الهمام أشجعهم أمير المؤمنين علي الرضي الوفي ناصر أعداء الله، وعلى الإمامين الهمامين. أيها الناس، مسكين ابن آدم أي مسكين، مسكين ابن آدم أي مسكين، ثيابه كفن ومركبه جنازة، ومنزله لحد وفراشه تراب، وولده يتيم. چه بیچاره است فرزند آدم، چه ناتوان است و عاجز است فرزند آدم. آخر لباس او کفن است. الان در پیش روی ما تابوت خانم با حسرت الان خواب است که جنازه او رو میخوانیم. لباس او آخر کفن است، مرکب سواری او آخر تابوت است، قرارگاه او لحد است و کرپه ملایم او خاک قبر است و فرزندکان زیبای او یتیم است و مال و ثروت او آخر تقسیم است. چه بے وفاست این دنیا.
فاعتبروا يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدایا دلهای ما را که مایل به ایمان، دلهای ما را که محبت قرآن و اسلام جای دادی، محبت عبادت خود در اونها پیدا کردی، خدایا دیگر هرگز از این راه ما را منحرف نگردان. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم إني أسألك وأنا العبد الذليل بين يديك وأنت في عليائك وكبريائك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم ارم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. آمين آمين يا رب العالمين. ای بچه آدم، باید این ندا رو روزه به ما هم کنن. ای شالی نوردین، گوشهای شنوات کجا شد؟ برای چی کپ شدی چیزی رو نمیفهمی؟ چو گیری اطراف فرزندات رو نمیفهمی؟ چشم بینایی تو کجا شد؟ چو کور شدی؟ زبان گویان کجا شد؟ چو خاموشی؟ این صوتک، آوازی برا دستی از منبرها بلند گم بزدی، چو خاموشی دیگر آوازت نمیبرد. این صوتک الشجی ما اسکتک، این ریحک الطیب ما غیرک. خوشبویی میزدی وقتی که به محفل ها می رفتی، از بدنی تو بوی خوش پاش بشد. این بوی خوشت کجا شد؟ چو بدنت بدبوی شد؟ این سوالا رو ملائکه میکرد. یا ابن آدم، ای بچه آدم، جمعت الدنیا ام الدنیا جمعت کرد. تو دنیا رو جمع کردی یا دنیا تو رو جمع کرده بود؟ ترکت الدنیا بالدنیا ترکت کرد. تو دنیا رو پرتافت رفتی یا دنیا تو رو پرتافت؟ استعددت للمنیه او المنیه عاجلت کرد. آمادگی برای مرگ دیدی؟ به پیشوازی مرگ خود تیار کردی یا مرگ ناگهان آمده بود دست خالی می روی؟
فعلکای زیبا، سلهای زیبا، کستان برکای $1000 و $10,000. اما کفن فراموش کردیم و یاد من نمی بیاد که روز اینها را از بدن ما می برارد. روز لباس ما سه خبتسان تنوک است.